والصلاة والسلام على رسول الله. تعليم زبون عربي از كتاب مبدأ القراءات. الدرس الثالث درس سوم. محفظة سمكة، نبرات كرچه، شباك آینه، مقلمة قلمدان، ساعة ساعت، مصباح چراغ، کبریت گوگی، حجرة اقرا بخوان، افهم بفهم، ادخل درآ، اقعد نشین، اعلی بر بالای، من کیست، تباشر بور. این المبرات در کجا کارچه، خذ المقلمة بگیر قلمدان را، خذ الکبریت بگیر گوگید را، هات المحفظة بده سمکه را، ادخل الراحة درآ به مهمانخانه. ما هذا چی این، شباک آینه، این المصباح در کجا چراغ، هات المبرات بده کارچه را، اقرأ الدرس بخوان درس را. من هذا کی این، معلم. ادخل الحجرة درآ بر داخل حجره، افهم الدرس بفهم درس را. اقعد على الکرسی نشین بر بالای کرسی. این التباشر در کجا بور، على مکتب المعلم در بالای میز معلم. من یقرأ الکتاب فی الفصل کی میخواند کتاب را در صنف، عبدالله. من فی الفصل کی در صنف. من یحفظ الدرس کی حفظ میکند درس را، اقرأ هنا اینجا بخوان. این القلم در کجا قلم، هاتی بده. المعلم یقعد على الکرسی معلم نشیند در بالای کرسی. این الساعة ساعت در کجاست، کریم یفهم الدرس کریم میفهمد درس را. این الماسکة در کجا دستک، هنا فی المقلمة اینجا در قلمدان.